بناهن اساس دموکراسی چی شد؟ اسلام هم میتواند در دموکراتیا وجود داشته باشد و رشد کند. اسلام باز میتواند نمونه دیکتاتوریش هم داشته باشد. برای همین وقتی که پیمان ملی تاجیکستان میگه که ما طرفدار یک تاجیکستان آزاد، مستقل، دموکراتی و واقعا هم دنیوی هستیم و معنی آن هست که از تجربه پیشرفته کشورهای دیگری که واقعا هم دموکراتی و دنیوی و مستقل هستند استفاده شود و هدف نهایی پیمان هم همین هست. پس در دموکراسی تعریفش چی شد؟ حکومت از کی است؟ از مردم. توسط کی است؟ توسط مردم. بالای کی است؟ چیزی به نام خدا هست؟ چیزی به نام کتاب آسمانی هست؟ نه. بنابراین حکومت دموکراسی در مقابل حکومت تیوکراسی آمده و نظام جمهوری در